سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز چهارشنبه 7 اکتبر تقدیم میکنیم. در دادگاه گارنیزون حربی شهر دوشنبه قضیه کشتاری سرباز از جانب همخدمتش محاکمه می شود. در حادثه شب 13 ایول امسال در یکی از قسم‌های حربی وزارت دفاع تاجیکستان پرویز دوستماتов از ضرب کرد به هلاکت رسید. فرضیه تفتیشات این است که این سرباز ساعت 4 صبح به هنگام از خواب بیدار شدن از جانب همخدمتش فاروق بازارف کرد خورده بعداً با سبب سری وقت نرسیدن کمک طبی درگذشته است. والدان فاروق بازارف انتظارند که دادگاه حکم منصفانه صادر میکند. حکم سود که خواهش میکنیم که همین شرایط نداریم. همین دادر ما اگر سراغ بگیریم مثلا سراغ شکم کنیم. دیگه لوج نداریم. حق قانون نه. پرویز دوستماتov که اختیاراً به خدمت ارتش رفته بود 75 روز پیش از انجام مهلت خدمتش کشته شد. افسوس که من همین خیلی کردم من ماشا مادرها نصیحت میکنم که روی فیسمانی تو خیلی نبرزانی تو. سال جاری حداقل 4 سرباز در نتیجه لطوکوب و بدرفتاری یا دیدفشینه در ارتش جان دادند. وزارت دفاع روسیه امروز خبر داد که به پایگاه 201 این کشور در تاجیکستان چرخبال‌های جنگی می‌فرستد. وزارت دفاع روسیه گفته است که به پایگاه 201 این کشور چرخبال‌های نوع می 24 و می 8 می‌فرستد که در فرودگاه نظامی عینی کنار شهر دوشنبه جایگیر خواهند شد. این خبر در حال پخش می شود که شام دیر 6 اکتبر در یک ملاقات کاری پرزیدنتان تاجیکستان و روسیه در سوچی امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین وضع مرزی تاجیکستان و افغانستان را بررسی کردند. رحمان با اظهار تشویش از تهدیدهای امنیتی گفته است که حالا درگیری‌ها در 60% خط مرزی تاجیکستان و افغانستان جریان دارد. پوتین در نوبت خود گفته است که این حالت روسیه را هم به تشویش انداخته است. در حالی که تصمیم و یا خلاصه های بیشتری این نشست برای مطبوعات دسترس نیست، برخی تحلیلگران می‌نویسند احتمالاً تاجیکستان و روسیه راه‌های تقویت مشترک مرز با افغانستان را بررسی کردند. سازمان‌های حامی حقوق بشر اتهامات علیه وکیل دفاع بزرگمهر یورف را سیاسی خوانده از مقامات تاجیکستان خواستند که بلافاصله او را از بازداشت رها کنند. سازمان‌های معروف مثل هیومن رایتس واچ، امنستی اینترنشنال، کمیته هلسینکی و دیگرها از مقامات تاجیکستان خواستند که بزرگمهر یورف را بلافاصله آزاد کنند یا اتهامات با اعتماد و به معیارهای جهانی مطابق را پیشنهاد کنند. این سازمان‌ها باور دارند که اتهامات دست داشتن وکیل دفاع در جنایت‌های مثل قلابی و ساختکاری تنها بهانه برای بازداشتن او از حمایه حقوق اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. تا امروز مقامات 23 عضو بلندپایه این حزب سیاسی را بازداشت کردند. مادر بزرگمهر یورف هم میگوید بازداشت پسرش انگیزه‌های سیاسی دارد و تا امروز او تنها در دایره قانون و صلاحیت‌های کسبی خود عمل کرده است. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده برای هر یک انسان شرایط زندگی ارزنده و انتشار آزادانه را فراهم می‌کند. این اختیروی سنتطولو قاسیموف خواننده لیتسه نوتسانی دوشنبه است که متن قانون اساسی تاجیکستان را در شکل صدایی آماده کرده است. این نمود کنستیتوسیای تاجیکستان برای آنها است که نیروی بصیره‌شان ضعیف است و یا خوانده نمی‌توانند. سنتطولو قاسیموف میگوید که این یگانه اختیروی او نیست. این اسباب ساخته من کافی نباشد که برای راهها ساخته همین را هنگامی که درباره این پایت را گذاشته از این میگذری و فشار را به قوه الکتریکی تبدیل میدهد. هنگامی 25 کیلوگرم اگر وزن این را فشار دهد و به کار در آمده و جریان را رسید میکند. 2 سال پیش سنتطولو قاسیموف برای جامعه تاجیکستان اورو-تاج اولین رابط آهنین خود را معرفی کرد که برای تامین امنیت و نظارت از کار مکتب و دیگر مؤسسه ها پیش بینی شده است. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان که در دور سوم و آخرین سبقت انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا 2016 بین جوانان سنشان زیر 19 ساله در گروه F
тими Малдивро бо ҳисоби бузурги 8-0 шикаст дод, ба ҳаққи ширкат дар марҳилаи ниҳоӣ мушарраф шуд. Тоҷикистон дар гурӯҳи худ ҷойи дуюмро ишғол кард. Дастаи мунтахаби Ироқ бошад бо 3 пирӯзӣ ба мақоми аввали бозиҳои ниҳоии Ҷоми Осиё 2016 роҳхат гирифт. ва барои дарёфти ахбору видеои бештар ба сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.